درود بر شما هموطنان عزیز. امروز 22 ینور است، 22 ینوری سال 2015 و امروز من یک خبری بسیار عجیب شنیدم. اولین بار گونگکی یک گونگ صدا بلند کرد. اولین بار یک وزیری که اصلا از مردم میگریخت، از ژورنالیستان میگریخت، اصلا یک کلمه به زبانش نمیآورد، به زبان آورد. و این کلمه چه کلمه عالی بود. این گونگ زبان یافته رستم امام علی، پسر امام علی رحمانوف است که امروز در مراسم سپاریدن یک بنا، یک منزل به کارمندان تماشنی گمرک گفت که تشکر به جناب عالی، تشکر به پرزیدنت محترم امام علی رحمانوف. ببینید خود همین خنده آور است که پسر پدرش را جناب عالی مینامد و این ویران کردن تمام قانون ها است که در یک حکومت، مثلا سردار حکومت، رهبر حکومت رحمانوف، رستم رحمان 27 ساله، یک نرکمن، یک بیسواد، یک آدمی که در یگان مکتب دنیا نخوانده است وزیر میشد، گنرال میشود. دخترش آزاده رحمانوف جانشین وزیر کارهای خارجی میشود. دومادش جانشین وزیر فینانس میشود. پسر خالش جانشین کمی سروزیر. دوماد دیگرش کنسول. خلاصه اینها مثل اژدهار، مثل کیر، مثل تارتنک تمام تاجیکستان را پیچانده گرفتند. بعضی آدمان میگویند که رحمانوف اگر بمیرد یا اگر رحمانوف از بین بریم اینا نیست میشوند. نه، شما یاد دارید یک افسانه عجیبه بود، اوبی درکانه، کشتن اژدهار. در یک کشور اژدهار 300 سال حکمرانی میکند و وقتی که این اژدهار میمورد همه مردم خرسند میشوند، بیخبر از آن که به جای یک اژدهار شغال و کرم و تارتنک و شبوشک و مار و کلخات و نمیدونم چیهای دیگر پیوست میشن و تمام این مردم خون این مردم میمکن. مردن رحمانوف، رفتن رحمانوف این معنی آن دارد که بین این رستم و سنگک و چوبک و خسک و خاشک ها میبینند و بدتر از این میشود. برای همین من همیشه میگویم ما باید سیستم را دیگر کنیم. ما باید یک سیستمی کار کنیم در آن اژدهار پیدا نشود. ما باید یک سیستمی را ایجاد کنیم که حکومت در خدمت مردم باشد، نه اون که حکومت از یک عائله باشد، از یک عائله ابله، از یک عائله بیخرد و از یک عائله بی‌انصاف. من بعضا گمان میکنم که همین دنغره عائله رحمانوف گویا که همشون تمام زن این وزیر میزایده باشد، تمام زن این گنرال میزایده باشد. در راست اینا یک ابله هستند، بی سواد هستند، بی خرد هستند. برای همین باید سیستم را دیگر کرد، تنها سیستم را. آمین. الله اکبر. خدا نگهبان.